آقا همتون بازی کردید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بازی های ویدیویی یا گیمو حداقل یه بار بازی کردید دیگه 100%. حالا من امروز چیکار کردم؟ اومدم چند تا بازی سم رو مخ مسخره رو جمع کردم که لحاظ محتوا و کیفیت خیلی مسخره 4-5 تا میشه. اومدم به شما نشون بدم و با هم بشینیم تحلیلشون کنیم. خیلی بازی‌های سمیه، پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. اگرم خوشت اومد یه لایک بکن. دمت گرم. برو بریم سراغ ویدیو. حل شدم روی لحظه همه چی و دو دستی سپردم دست باد. راضیم از همه کرده هم گناهام نه پشیمونم کرد نه سر به راه. وقتی دنیا پیش میره رو احتمالات چرا باید درس بگیرم از اشتباهام؟ بیا تو همه عین ما باش، دنیا رو بللش بده دل به بالا. و خیلی چیزام شده سهم دیگرون، خیلی کارا رو کردم که منطقی نبود. نمیخوام سخت بگم. فوتبال 24 بازی‌هایی که در حال حاضر توی گیمای فوتبالی و ورزشی همه تاپ ترن دیگه. همه تون حداقل یه بار رو پاش نشستید. حالا من اومدم رقیب ایرانی این گیما رو به شما نشون بدم. باور نمی کنید این بازی چقدر خوبه و دیده نشده. فقط خب چقدر ما با استعداد داریم واقعا تو ایران که استعدادشون دیده نمیشن. اسم این حالا بازی چیه؟ گل کوچیک ایرانی. اول بازی آقا اسماعیل رو داریم که تریپ بشو شدید هستم. سیبیلای قشنگ چیه؟ به این سیبیلا چی میگه؟ من نمیدونم. پس کله تاز پشماتو برم داشت، پشماتو برم شروالو فقط به به دمپایی لنگاش. خب سیس اول کار اصلا خدا. حدس میزنم خیلی ها تو این بازی رو کرده باشید. خب آقا تازه این بازی خیلی پیشرفته است. ببینید حالت سختی بازی داره، هارد و ایزی و فلان و اینم داره. خیلی رو بازی کار شده داشت. دارم میگم رقیب اصلی FC24. ایول چه توقعی دارین شما؟ چی فکر کردین؟ واقعا چی فکر کردین درباره بازی سازای ایرانی؟ اینجا رقیبشو میبینیم که یه آقای شبیه معلم علوم هست. میبینی یه گل پسره. خلاصه خیلی وقتتون رو نگیرم. شما گل میزنید نمیدونم بزنی کج و اینا بخوره به سماور و اینا، بابات میاد اینطوری کونت میذاره. خیلی بازی قوی بود. حتما نظرتون رو درباره این بازی برام تو کامنت ها بنویسید. من که خیلی لذت بردم. اصلا واقعا من دیگه فیفا بازی همین FC24 بازی نمیکنم. حالا میخوایم بریم بازی سمتر. هنوز باتون کار دارم، تازه شروع کاره. خب این بازی محشره. حالا مثلا فکر کن مسخره ترین چیزی که میتونی فکر کنی، نمیدونم شبیه ساز مسخره ترین چیزی که میتونی فکر کنی. الان فکر میکنی چه شبیه سازی رو میخوایم بهش ریاکت بدیم؟ شبیه ساز مثلا خیار خوردن، غذا خوردن، چی؟ نه، شبیه ساز دست دادن. واقعا سمه بدون هیچ محتوایی. بازی اینطوری که شما میای مرحله داره، مثل این بازی‌های مسخره‌ای که مثلا تو موبایل هست. انقدر مسخره است حتی مثلا چالشی هم نیست. تو میری دست میدی و اون میاد همراهت. خب این سبک بازی‌ها رو بازی کردیم ولی واقعا علاوه این خیلی مسخره است. حالا یکم بریم جلوتر. خلاصه شما یه لشکر جمع میکنید. وقتی تموم شد در اصل کاراکتر، نمیدونم NPC بگم چی بگم، همین اینا یه تموم شد، همین بازی تموم شما بردیم. یکم جلوتر بازی قوی تر میشه. خب اینا میاد به بازی، این چاقالا چی شاولین هم اسمشو نمیدونم بچه، همین چاقالا میاد به بازی. شما باید اینا رد بشی. خیلی بازم چالشی هستن، بازی محشره. من این بازی رو رقیب سرسخت نمیدونم چه سبکی آقا شما برای این رقیب پیدا کنین دیگه تو کامنت ها. من شما رقیب میخوام برای این بازی. اصلا کسی هست در حد بازی شبیه ساز دست دادن یا نه؟ خلاصه اوج خلاقیت بازی و سخت بودن و هارد بودن مرحله ها اینه که شما میری با یکی دست میدی، اون شما رو دک میکنه، میره با یکی دیگه دست میده.
دک میکنه و همین دیگه. یعنی خیلی سخته. خب بعد شما حالا باید این وسط چیکار کنید که دک نشه شما رو؟ باید یه کاری کنید همه برن دست بدن، بعد یارو که شما میرین بهش دست بدین این میخواد شما رو دک کنه، میبینه کسی نیست که بره باهاش چیز دست بده، میاد با شما دست میده. آقا من معذرت میخوام چون بعد این ویدیو حتما باید چشاتون رو با اسید بشورین. حالا کاری ندارم به این قضیه، خب منو ببخشید. میریم سراغ انشط بازی بعدی. آقا بازی های ایرانی غافل نشیم. شبیه ساز مختار. یعنی واقعا من مخ این ایرانی ها رو داشت آقا من هیچی نمیتونم بگم. واقعا بازی خیلی قویه. خب تو میری میبینی بله داره درجه و یه سری چطور تا وقتی شروع هم میشه همینه دیگه، میدوی میری چالش داره و اینا. خیلی بازی قویه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم بریزید بازی کنید. خیلی سرگرم کننده است. این یارو کچلم میکشه. این یارو زد جلشنه کیه همین یارو میکشه. من بچگی من خود مختارینا خوشم نمیومد. خلاصه آره دیگه میریم میکشین و اشغال و اینا. خیلی بازی قویه. خب خیلی بازی قویه. جونم دارید. نمیدونم چیه سکه میکنم میتونیم بگیرین. خیلی محیط بازی اصلا کلا قویه. همین دیگه آقا بریم سراغ شت گیم بعدی. آقا چیز باشیم دیگه، تولید ملی رو حمایت کنیم. این بازی به نظر من از جی تی آی بهتره. رقیب اصلی جی تی آی. حالا میریم تو بازی میبینیم این بایدنه. بله این بایدنه آقا. دنباله بازی نو سازمان جو بایدن گوزو. خیلی بازی قویه. اینجا یکی شاشیده. خیلی بازی قدرتمندی داریم اینجا. اول بازی هم قشنگ مثلا میخواد این آقای چیز کنه، نشون میده خوابیده. خیلی قویه اصلا. مثلا گیممون اولش داستان هم داره، مثلا ویدیو داره. خب این تلاش کردنش، زحمت کشیدن. خدا بخشید زحمت. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه. کلیور کنید. بازی ایرانی رو بچسبید. و شروع بازی قوی برای گوزیدن اسمش بازی قویه. خب دیگه خلاصه آره راه رفتنم که همین کلیداست. مثلا کشتن قوی. آره داشت منطقیه. ببین میگوزه یارو میمیره. میگوزه یارو میمیره. من معذرت میخوام. به مرحله تک گوزانداز آمریکایی رسیدیم. خیلی واقعا این بازی سمه. میگوزی یارو سمت چی آقا این. مرحله سوم رسیدیم. گوزیدن در یک جشن آمریکایی. بله میریم توی جشن. ما بایدنیم. میریم توی جشن آمریکایی با گوز همه رو خفه میکنیم میکشیم. کاملا منطقیه. مثلا عالی. اقتصاد آمریکا زمین خورد. خب آقا این مرحله این بود دیگه. بعد میرفتیم دنبال کلید. من یارو پیدا کردم کشتمش. کلیدم اینجا بود. برداشتیم رفتیم مرحله بعدی. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. آره. مرحله بعدی تحریم گوز. بریم یکم جلوتر ببینیم به چی میرسیم. تحریم گوز ببینیم چیه. قوی آقا. نوشته گوز شما به پایان رسید. خوراک لوبیا پیدا کنید. آره خلاصه ما با گوز اینا رو میکشیم. گوزمون چون کمه اینا سخت میمیرن. خوراک لوبیا پیدا کردی. اینا رو با گوز قدرتمند 30 ثانیه خفه می. بچه‌ها من معذرت میخوام به خاطر شتی که دیدیم. واقعا نمیدونم کی اینو ساخته، ولی هر کی ساخته واقعا ذهن مریضی داشته.
داشت دهنت سرویس، واقعا دهنت سرویس. آقا بس دیگه چرت و پرت. مرسی که این ویدیو دیدید، واقعا خیلی بازی سمی رو دیدیم، با هم بررسی کردیم. خلاصه اگه کم کاستی بود من معذرت میخوام. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدید حتما حمایت بکنید، کامنت بذارید، نظرتون درباره این ویدیو بگید و بگید چه فکری چه تفکری پشت این بازی ها و ساخت اینا هست. آره آقا خلاصه ایشالا همیشه سالم باشید، تندرست، پدر مادرتون براتون یوم بالا سرتون باشن. دیگه من بلد نیستم درست صحبت کنم، معذرت میخوام. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.